سلام چطوری؟ خوبی؟ سلام. سلام. شما دکتر پالاک هستی؟ با ریتویک کار میکردی؟ فهمیدم. الان فهمیدم چرا ریوا تا الان نگران ازدواج ریتویکه، چون اونو اینجا دیده. اصلا باورم نمیشه خودش و خواهرش عین همن. الان کجا؟ ریتویک، ریوا بیاین اینجا. میرم بیارمشون. ببینیم بزنین رک صحبت کنیم. بچه ها به نظر من درست نیست توی این وضعیت بمونین. شما کسی رو مقصر میدونین که تقصیری نداره. الان 3 ماه از داستان گذشته، خیلی طول کشیده. گناهش چیه؟ گوش کن، شما دوست بودین و با هم کار کردین، یعنی خوب میشناسینش. گوش کنین، شما باید آشتی کنین. بس دیگه ریتویک، مادر ایشون کاری خیلی زیادی واسه عروسی برادر من کرده. پالاک میدونی از وقتی که بچه بود رفیق نداشت، اینقدر که اخلاقش بده، چون همه چی بزرگ میکنه و لجبازه. ببین دیگه بسه، خواهش میکنم حرفمو گوش کن. به خاطر من، به خاطر من باهاش آشتی کن. باشه؟ به خاطر من باش آشتی کن دیگه. زود باش. حتما آره. حرف بزنین دیگه. مشکلی نیست. باشه. مطمئن باشم. خدا رو شکر. میبینمت. پالاک. میرم باهاش حرف بزنم. اینجا چی کار میکنی؟ اوه، منم مثل تو عاشق شدم. مراقب باش مشکلی درست نکنی. کبیر ببخشید ولی داداش چطوری؟ سلام. چه خبره؟ فکر کردم که نمیای چون خیلی دیر دعوتت کردیم، ولی مهم نیست. نامزدیت خیلی مهمه. مگه دیوونم که نامزدی رفیقم نیام؟ انگار که یادت رفتی بعد از دانشگاه غیبت زد و هیچ جوره نمیتونستیم باهات ارتباط برقرار کنیم، ولی یهوی قبل نامزدیم پیدا شد. ببین، نگاه کن ببین کی اینجاست. این چی جوری اومده اینجا؟ آره و الان داره با روحی حرف میزنه. کبیر دوست دانشگاهشه. چی؟ آره. باید قبل از اینکه مشکل درست بشه و آبرون بره بهش بگم که کبیر قبلا شوهرم بوده. روحیت نمیدونه؟ فقط میدونه که من ازدواج کرده بودم، اما آره مشکلی نیست دخترم، چون روحیت این موضوع رو به خانواده‌اش گفته، پس نگران نباش. ولی این وضعیت اصلا درست نیست خاله جون. یعنی تو روز نامزدیم شوهر سابقم جلوی نامزدم وایساده. اصلا از این چیزا خوشش نمیاد. باید این مشکل رو هر طوری که شده حلش کنم. آروم باش، اعصاب خودتو خورد نکن. ببین رفت. پالاک، من میرم با روحیت حرف بزنم. روحیت گوش کن، حتما باید حرف بزنیم. باشه چی شده؟ بیا بچه‌ها بیاین بریم برقصیم. زود باشین دیگه. بیا الان بریم برقصیم. حرف بزنیم. خیلی مهمیه. گوش کن. این اصلا درست نیست. چرا اومده اینجا اصلا؟ باشه آروم باش، ما که چیزی رو مخفی نکردیم. فقط از این میترسم که بخواد ما رو اذیت کنه. اگه نمیخواد مشکل درست کنه چرا اومده؟ من خیلی نگرانم. آقای بیوری منتظرتونه. باورم نمیشه. مگه چی شده؟ حتما میخواد ما بریم اونجا به مهمونا سلام کنیم. نگران نباش خواهر، آروم باش، همه چی درست میشه. اصلا نگران نباش. ریتویک کبیر. چطوری پسر؟ خوبم، تو چطوری؟ چند سال نیستی، کجایی تو؟ مشکلات زندگی. مهم اینه که تو حالت خوبه. ممنونم. خب جشن قشنگیه. ریتویک این کیه؟
اون؟ آره. همون دختریه که واسه نامزدیش اومدی. ایشون عروسن؟ مگه نمیبینی داره با دوماد میرقصه؟ عروس اونه دیگه. میخواد با همسر سابقم ازدواج کنه؟ ببخشید؟ چی؟ آره. روحیت، موضوع خیلی مهمیه. ببین تو روز نامزدیمون هیچ چیزی مهمتر از خودمون نیست. به به، میبینم که همه اینجا جمعه. میشناسیشون؟ بله، اون خانم مانجید، همین جوری که این مراسم رو برگزار کرد، مراسم من و شیتا رو برگزار کرد. ازدواج کردیم و بعد 1 سالم طلاق گرفتیم. روحیت، باید باهات حرف بزنم. دست فردا تا آخر اون با هم حرف بزن. روحیت، نه چیه؟ میدونی که قبلا ازدواج کرده بودم، آره. ولی نمیدونی شوهر سابقم کی بوده. روحیت میدونه؟ نه، فکر نمی کنم. خیلی با هم گرم بود. اگه میدونست پس چرا دعوتم کرد؟ بفرمایید، تمام اسناد اینجا. فکر کن کادو ازدواج بچه همونه. شیتا داره با یه پسر خیلی محترم و خانواده داری ازدواج میکنه. این برای من خیلی خوبه، چون شیتا این پسر رو انتخاب کرده. ولی من در عین حال سعی کردم آدم شریفی باشم. کل زندگیمو کار کردم و مزد تلاشمو گرفتم. به نظرم این کار درستی نیست. من اصلا نمیتونم بین خوشبختی دخترم و اخلاقیاتم یکی رو انتخاب کنم، چون در هر دو صورت بازندم. این یه زمین کشاورزی. من نمیتونم بهتون اجازه بدم اونجا مرکز خرید یا هتل بسازیم. وجدانم بهم اجازه نمیده. ازتون معذرت میخوام. نمیتونم قبول کنم. من میفهمم چی میگی، ولی اینم بدون آرزوی هر مادریه که پسرش با دختری همسط یا با اختلاف طبقاتی کم از خودش ازدواج کنه. ولی ما با ازدواج پسرمون موافقت کردیم و تو میدونی این ازدواج دلیلی داره. ولی اگه اینو الان امضا نکنی خیلی بد میشه. با اجازه. چی شد؟ همه چی مرتبه؟ خیلی مغرور و لجبازه. بهت گفتم با این ازدواج موافقت نکن، ولی نمیدونم چرا اون موقع این تصمیمو گرفتی. اگه عروسی رو با هم بزنم غرورشو میذاره کنار. باید با حرف بزنم. چی شده؟ تو از گذشته شیتا خبر داری؟ آره داره. میدونی ازدواج کرده بود؟ آره میدونم. میدونی با کی؟ نه بگو کیه؟ کبیر. چی؟ واقعا؟ یعنی دوست خودم؟ آره کبیر. البته فقط این نیست، برگزار کننده عروسیشون مادر پالاک یعنی خانم مانجید بود. داری چی میگی؟ داستان چیه؟ یعنی میگی شیتا قبلا زن کبیر بوده؟ با هم حرف نزدیم؟ نه. حالا مانجید چطوری؟ ببینم هنوز هم عروسی برگزار میکنی؟ دزدی بهت ساخته؟ منظورم کاره. ساکت شو کبیر، این حرفا قشنگ نیست. ببینم برای اینا هم تعریف کردی؟
چطوری از خانواده من کلی پول گرفتی، بعدش هم 2 برابرش از خانواده عروس تا منو بدبخت کنی. بسه، حرف اضافه نباشه. تو الان داری چی کار میکنی ها؟ فکر نکن چون ترسیدم ساکت میمونم، چون منو خوب میشناسی. من شما رو برای هم مناسب دیدم، هر کاری که تونستم کردم، ولی تو بیکار و غیر مطمئن بودی و به خاطر تو فقط بعد 1 سال ازدواجتون تموم شد به دلیل حماقت. جلوی همه دنیا بدنام شدم، همش به خاطر اینکه اشتباه کردم و بهت اعتماد کردم. تو اشتباه بودی، من ساکت بودم، ولی من دیگه ساکت نمیمونم. میفهمی چی میگم؟ بهت اجازه نمیدم همه چی رو خراب کنی. تو آدم بی ارزشی هستی. چی شده؟ اینجا چه اتفاقی افتاده؟ چرا صداتون رو بردین بالا؟ اما من کبیرم، دوست روحیت. باید بهت بگم که عروس آیندت قبلا زن من بوده. حتما ازتون مخفی کردن و سرتون کلا گذاشتن. منظورت اینه که شیتا قبلا ازدواج کرده؟ دیدی؟ میدونستم. باید میگفتی اینجوری درست نیست. موسیقی رو فوراً قطع کنین. خاموشش کن. روحیت، این آقا داره چی میگه؟ بابا ببین، بیا اینجا و توضیح بده. بابا یه دقیقه صبر کن، آروم باش. کبیر، حق با تو، ولی اشتباه از من بوده که تو رو دعوتت کردم، چون که من نمیدونستم که تو همسر اول شیتا هستی. این حرفا چیه؟ چرا میگی که اون بره؟ ولش کن، بگو ببینم. چرا ما نمیدونستیم که شیتا قبلا ازدواج کرده و طلاق گرفته؟ چی گفتی؟ شیتا قبلا ازدواج کرده؟ تو چجوری اینو از ما پنهون کردی؟ یه لحظه اجازه بدین. ما چیزی رو از کسی مخفی نکردیم. این داستان قبل از آشناییمونم بوده. درست نمیگم؟ من میخواستم بهتون بگم. چی کار کردی؟ اگه درست رفتار میکردین افتضاح به بار نمیومد. چه فکری کردی؟ ترسیدی همه چی رو بگی و قرارداد عروسی به این بزرگی رو از دست بدی؟ آره؟ معذرت میخوام. نیست. چی داری میگین؟ ها؟ ما نیومدیم به پسرتون پیشنهاد ازدواج بدیم. بچه‌ها خودشون همدیگه رو دیدن و تصمیم گرفتن ازدواج کنن و ما هم به سادگی قبول کردیم، چون خوشبختی دخترمون برامون مهمه. خواهش میکنم. مامان، من میدونستم و این قضیه اصلا منو اذیت نمیکنه. کی گفته که نظر تو مهمه؟ چه فکری به خودت کردی ها؟ تو نباید این قضیه رو از ما مخفی میکردی. اخلاقت چجوری اجازه داد؟ وقتی همچین چیزی رو از ما مخفی میکنی اصلا اخلاقی برات باقی نمیمونه. راجع به کدوم اخلاق دارم حرف میزنم؟ تو نمیخوای حقیقت رو بگی و پنهانکاری میکنی. اون وقت فقط داری به این خانم که کارش تنظیم این مراسمه گیر میدی. راجع به مادرم اینجوری حرف نزنید. حالا دخترم آروم باش. سوء تفاهم شده. برای همین باید با هم بشینیم و با آرامش حرف این بزنیم. دیگه چه جور سوء تفاهمیه؟ این حرف شما درست نیست. من همه چی رو فهمیدم. من دیدم پسرم به دخترت اهمیت میده، ولی درد سر شد. عمو جان ببخشید، ولی با پدرم با احترام حرف بزنید. چیه میخوای به هم یاد بدی با مردم چجوری باید حرف بزنم؟ داری ساکتم میکنی؟ خیلی خوبه. بگو ببینم خانم مانجید خودش تصمیم گرفت بدون اینکه با هم حرف بزنید؟ همه چی مشخص شد. همتون با هم توافق کردین که قضیه رو مخفی کنین و پسرمو گیر بندازین. با همتون ساکت موندین. چون خواهش میکنم تمومش کن. من ناراحت نیستم. چرا داری مشکل درست میکنی و بزرگش میکنی؟ روحیت، اینا خانواده‌تن. درکشون کن. حقشونو که بدونن. و تو کارت همینه. این بار دومته. هر عروسی برگزار میکنی خراب میشه. ریتویک با مادرم درست حرف بزن. درست حرف بزنم؟ آره. باشه. چرا خودش باشون با احترام برخورد نکرد؟ پول گرفت و با همه صحبت کرد. پس چرا خانواده روحیت تا الان هیچی از این قضیه به این مهمی نمیدونه؟ جواب بده پالاک. معنیش چیه؟ خودم بهت میگم. چون اگه بدونن شیتا قبلا ازدواج کرده بود همه چی کنسل میشه و پولای زیادی از دست میره. من ازت یه سوال دارم. میخوام به منطقی جواب بدی. مخفی کردن این موضوع مهم دلیلی بجز سود و منافع شخصی داره؟ روحیت مشکلی نداره و اونه که داماده. به تو چه ربطی داره؟ این به تو مربوط نیست. به من خیلی ربط داره. ریتویک، مادر، اینا دیگه خانواده منن. یادت رفته؟
شما میدونین چرا ترکم کرد؟ به خاطر پول. ببخشید، من ازت یه قرون پولم نخواستم. درخواست نکردی چون همه پولمو تو کار گذاشتم و حقوقم هم کم بود. تا اون موقع بهم گفتی من به دردت نمیخورم. یادت میاد؟ دروغه، من ازت هیچی نگرفتم. آره راست میگی، چون اون موقع هیچی پول نداشتم. اگه پول داشتم هیچ وقت ترکم نمیکردی. خب چی شد بلک؟ تو نباید یه طرفه به قاضی بری. کبیر شیتا رو خیلی میزد و عذابش میداد. تو نمیدونی اون یه دروغگوه. باشه، میدونم که شیتا مقصر نبوده و در حقش ظلم شده، ولی حالا که داره ازدواج میکنه چرا به خانواده همسرش نگفته که شوهر سابقش کی بود؟ تمومش کن. این قضیه به تو ربطی نداره. نمیفهمم چرا تو زندگی من دخالت میکنید. این کاری که میکنید داره رو ازدواج من تاثیر منفی میذاره. بابا اگه این ازدواج برای شما مناسب نیست هر کاری میخوایی بکن. من از اینجا میرم. همه دارن برای خودشون نظر میدن و نمیفهمن که برای من این موضوع اصلا مهم نیست. بیا این حرفا برای من اصلا مهم نیست. اگه اونا نمیخوام پس منم نمیخوام. ببینم میخوای به خاطر یه دختر خانواده‌تو ول کنی؟ تو چت شده؟ تو که میدونی اون به خاطر پول ترکش کرده. دیوونه شدی؟ دیگه لطفاً کسی چیزی نگه. من نمیخوام به خاطر من مشکلی توی خانواده به وجود بیاد. روحیت، تو هم اصلا لازم نیست بین من و خانواده‌ات کسی رو انتخاب کنی. رابطمون امروز تموم میشه. ببخشید. شیتا صبر کن، خواهش میکنم نرو. روحیت. مهم نیستم. شاید الان خیلی ناراحت شده باشه، ولی بعداً ازمون تشکر میکنه. باور کن. صبر کن. این نقشه ی تو بود؟ اینطوری میخواستی انتقام بگیری؟ که به مادرم جلوی همه توهین کنی؟ که بخوای به شیتا و خانواده‌اش توهین کنی؟ آره؟ تو دوستتو ناراحت کردی. واسه چی؟ فقط انتقام؟ روحیت پسر فهمیده‌ای. خانواده‌اش قدیمی فکر میکنن، ولی تو این چه کینه‌ایه که داری؟ ادعای روشن فکری میکنی ولی اینجوری نیستی. میتونم بگم مشکلت چیه؟ مشکلت منم. امروز این کارا رو کردی تا از من و مادرم انتقام بگیری. الان راحت شدی؟ هر موقع که میبینمت احساس تنفر زیادی بهت دارم. تو هم باید ناراحت بشی، همون جوری که مردم رو ناراحت کردی. ناراحت نمیشه اگه قلب یکی به خاطر تو بشکنه ها؟ اینو بدون که یه روز میاد که دلت بشکنه و اون وقت میفهمی که این چه حسی داره. ازت متنفرم ریتویک. شیتا یه لحظه وایسا. شیتا گوش کن. صبر کن، خواهش میکنم شیتا. لطفاً گوش بده شیتا. لطفاً حرفام گوش کن. شیتا. ریتویک تو چیکار کردی؟ چیکار؟ من کار درست انجام دادم روحیت. دختره که میخواستی به خاطرش خانواده‌تو ترک کنی ترکت کرد و برای همیشه رفت. هیچی خانواده نمیشه، اما دخترها همیشه میان توی زندگی و میرن. حرف مفت. اونا منو به حال خودم گذاشتن. به خاطر اونا من الان شکستم. میدونی وقتی رابطه من و کبیر تموم شد فکر میکردم دیگه عاشق نمیشم. وقتی جدا شدیم همه به هم ظلم کردن و فکر کردن که من به خاطر اوضاعش ترکش کردم.
تو منو میشناسی، میدونی که اینطوری نبود. اون خیلی بد بود پالاک. هر روز منو میزد، با دختره دیگه به هم خیانت میکرد. همه میدونن، به هم دروغ میگفت. به خاطر همین ترکش کردم، ولی همه از چشم من میدیدن. چرا؟ چون ما از طبقه فقیریم و اونا پول دارن. این تنها تفاوتیه که مهمه. اونا تفاوتو فقط توی پول میبینن، نه چیز دیگه، و به درون آدم ها اهمیت نمیدن. الانم همه فکر میکنن که مقصر منم. از کی به حرف مردم فکر میکنی؟ ها؟ ولشون کن، بذار شاد باشن، بذار با پول عشق و سعادت و امنیت بخرن. ریتویک و روحیت نمیتونن ما رو ناراحت کنن. شیتا ما تو زندگیمون خوشحالیم. یعنی کی میتونه باشه؟ میرم ببینم. کیه؟ روحیته. شیتا لطفا میشه به حرفام گوش کنی؟ همینجا بمون پالاک. باید جلوی اون حرف بزنی. شیتا من خیلی دوستت دارم. نمیتونم بدون تو زندگی کنم. میدونی چیه؟ هیچ کس جز تو برای من مهم نیست. برای همین من اینجام. با هم میریم و ازدواج میکنیم و تا آخر اون با هم زندگی میکنیم. اینجا فیلم نیست. ما هم قهرمان نیستیم. روحیت، ما تو واقعیتی، ما همچین راهی جلومون نیست. فکر کن فرار کردیم و ازدواج کردیم. خب بهم بگو بعدش چی میشه؟ همیشه سر چیزای الکی دعوا میکنیم و کم کم ازم متنفر میشیم. به مرور زمان از دست همدیگه ناراحت میشیم. روحیت، من نمیخوام همچین اتفاقی بینمون بیفته. اون وقت فکر میکنی همه رو به خاطر من ترک کردی، حتی خانواده‌تو. گوش کن روحیت، مادرت، پدرت، خواهرت، اطرافیانت، اونا بخش مهمی از زندگیتن. تو نمیتونی ترکشون کنی. برای همین این تصمیمو گرفتم. تو باید بری. برو، خواهش میکنم. شیتا من عاشقت میمونم. تو الان دلت شکسته واسه اینکه خانواده‌اش شاد باشن. شیتا، تو امروز خیلی از خود گذشتگی کردی. امیدوارم تو زندگیم تو همچین شرایطی قرار نگیرم، چون نمیتونم کسی رو انقدر دوست داشته باشم و به خاطر مصلحتش ازش بگذرم. تو هم یه روز عاشق میشی پالاک، و این عشق باعث میشه که از خودت بگذری و تو موقعیتی قرار بگیری که یا نگهش داری یا از زندگیش محافظت کنی و ترکش کنی. تو این از خود گذشتگی رو بعداً به خاطر عشق انجام میدی. مطمئن باش که روز به این حرفم میرسی. کسی اینجا نیست؟ شما؟ ریتویک، اینجا چی کار میکنی؟ اومدم ببینم ریتویک. برو، من نمیخوام با تو حرف بزنم. ریتویک، میدونم تو وقتی دور از من زندگی میکردی سخت بود و عذاب میکشیدی. میدونم که سعی کردی فراموشم کنی ولی نتونستی. ریتویک، من مادرتم، مگه میشه فراموشم کنی؟ تو میدونی چی کار کردی؟ ها؟ میدونی به خاطر تو چی به سرم اومد؟ میدونی چی کشیدم؟
من الان هیچ نیازی بهت ندارم. لطفاً برو از اینجا برو. تو زندگیمو نابود کردی. نمیدونی چی کشیده. بابا امشب بلیط گرفتم. چی؟ میخوای دوباره تنها بذاری؟ مامان من میرم بمبئی. ازم میخوای کارمو ول کنم؟ در ضمن هر روز حرف میزنیم. ببینم پاناک، تو این بار فقط به خاطر کار میری بمبئی یا اینکه دیگه نمیخوای برگردی خونه؟ چی میگی؟ باورم نمیشه. تو میخوای دهلی رو ترک کنی برای همیشه؟ بس دیگه، آروم باش، نمیشه اینجوری بمونی. چیزی که داره میگه درسته. خودتو عذاب نده. میدونم که ناراحتی، ولی شاید این اتفاقا به مصلحتت بوده عزیزم. دنیا به آخرش نرسیده. منم جلو چشات ازدواجم به هم خورد. اصلا بهتر که تموم شد. باید الان خوشحال باشی. چی میگیری؟ با قبل از حرف زدن فکر کن. داستان به این سادگی ها نیست. چرا ساده است؟ چطور؟ اون الان ناراحته، بعد از مدتی با قضیه کنار میاد. پس چرا وقتو تلف کنه؟ دقیقاً فراموشش کن. وقتی پدرش قبول نکرد برگا رو امضا کنه ناراحت شدم و اون لحظه نظرم عوض کردم، ولی الان خیلی خوشحالم که این بهونه رو داریم. بس دیگه. الان همه چی خوبه. یالا پاشید بچه‌ها بریم غذا بخوریم. پاشو بریم اونجا. پاشو دیگه من گفتم شام آماده است، یعنی همه باید بریم. پاشو دیگه روحی. برید بذارید که حال خودش باشه. ریتویک حق داشت، چون مانجید و دخترش این دروغ رو درست کردن. ببین پسرم، یادته چجوری سامرم گرفتن؟ اگه نظرمو بخوای اون نجاتت داد. معلوم بود که از اول نقششون این بود که پسرای پولدار رو گول بزنن و زندگیشون رو خراب کنن. متوجه شدی پسرم؟ روحی دارم باهات حرف میزنم. بفرمایید چایی. امروز چی بپزم؟ ببین کیه؟ ریتویک کجاست؟ ریتویک چیه روحیت؟ چی شده؟ نه قهرمان اینجاست. الان خوشحالی؟ ازدواجمو خراب کردی و رفتی. چی نصیبت شد الان؟ بگو چه فکر می‌کردی با خودت؟ میدونی به خاطر تو چی سر زندگی من اومد؟ باشه هر چقدر میخوای داد بزن، ولی کاری که کردم به خاطر تو بود. میخواستم حقیقت رو بگم. میخواستی حقیقت رو بگی؟ ها؟ اتفاقی که افتاده ربطی به من نداره، چون اون اتفاق بین تو با پالاک بود. چی؟ شما با هم دشمنی دارید. برای همین همه خشم تو رابطه من خالی کردی، چون تو نمیتونستی تحمل کنی شیتا دوست پالاک داره با من ازدواج میکنه. تو چی داری میگی؟ خفه شو. من درون تو میشناسم. فکر میکنی همه دخترها دنبال پولتن، ولی شیتا اینجوری نبود. تو مثل من اونو نمیشناسی. دختر خوبیه. شیتا خیلی صادقه. درسته که خانواده‌ام نمیدونستن اون قبلا ازدواج کرده، ولی این اشتباه من بوده. ولی تو از این موقعیت سوء استفاده کردی، چون تو باورم نکردی و حرفای کبیر رو باور کردی. کسی رو باور کردی که 7 سال از ما دور بوده. اون بهت چوب داد تا آتیشم بزنی و بعدش اصرار کردی که همه چیز تقصیر پالاک و مادرشه. نه اشتباه نکن، من خودم حرفاشونو شنیدم. من خوب میدونم چرا سامر رو با خودشون بردن و هدفشون چیه. چون دوستته تو فکر میکنی که دختر شبیه مادرش نیست، ولی من امتحانش کردم، بهش پول دادم و اون در عوض چیکار کرد؟ ازم گرفت. پس باید ازم تشکر کنی. واقعا ممنونم. ولی یه سوال دیگه، میدونی اون با پول چی کار کرد؟ همه رو نذر کرد. چون تو گفته بودی اگه این دارو تایید بشه به 100 نفر غذا میدی. یادته؟ غیر ممکنه همچین چیزی یادت باشه، چون انتقام نیست. ولی اون یادش موند و پول ازت گرفت و همه رو بین فقرا پخش کرد. و تو هم باور کردی. باورت نمیشه؟ بیا الان برو خودت سوال کن تا مطمئن شی. زود باش، باهات میام تا باور کنی. ولی در مورد ماجید باید بگم که اون کارشه، چون اون عاقده و مردم ازش میخوان که کمکشون کنه و عقدشون کنه. اون مردم رو خوب به هم معرفی میکنه. مشکل کجاست؟ اشتباه؟
تو منو شیتا رو دیشب اذیت کردی. من عاشقش شدم، واقعا عاشقش شدم، ولی اون الان با من حرف نمیزنه. درسته، دیگه مهم نیست. روحیت، اگه تو فکر میکنی که دخترها فقط به خاطر پول دنبالتن، باید بدونی که این فکر فقط تو سر خودته. ریتویک بیا، باید حرف بزنیم. من طرز حرف زدن تو با اون دختره پالاک و مادرش دوست نداشتم. واقعا با وقاحت رفتار کردی. من اینجوری یادت ندادم. من نمیدونم کی اشتباه کرده و کی درسته، یا به خاطر کی این ازدواج خراب شد، ولی فکر میکردم ریتویک خیلی خوب درست و غلط رو میدونه، ولی متاسفانه میبینم گذشتت روی امروزه تأثیر داشته. ریتویک، تو نمیتونی تو گذشته بمونی و امروزت عادی زندگی کنی. ببینم ویویک، کبیر رو یادت میاد؟ کبیر سانفی رفیق دانشگاه؟ آره، همونی که به بمبئی منتقل شد. حتما یادمه، همه چی رو راجبش میدونم. چی شده؟ ببینم اون ازدواج کرده بود؟ آره، یه دختری بود به اسم فکر کنم شیتا. خب بگو ببینم دیگه چی دربارش میدونی؟ نگران نباشید و مراقب همدیگه باشید. بابا مامانو ببر پیاده روی باشه. مراقب خودت باش دخترم، با من در تماس باش، همیشه بخند. اگه عبوس باشی هیچ پسری ازت خوشش نمیاد و فکر نمی‌کنم با دست تو. پالاک، مواظب خودت باش دختر. باشه بابا جون، دیگه برگردیم. ها از اینجا بریم، از این طرف. ببخشید. نه. هنوز داری بهش فکر میکنی؟ اون اینجا نیست. پالاک وایسا. نه، تو دیوانه نیستی پالاک. باید فراموشش کنی و از اینجا بری. خواهش میکنم نه. ببخشید، برای چی باید بمونم؟ شیتا بهت نیاز دارم. پالاک، من نمیدونم به خاطر عصبانیت و کینم دست به چه کاری زدم. فکر میکردم همه دخترها فقط دنبال پولن. منظورم مادرمه. من مادر واقعی مادرم میگم. اون وقتی من کوچک بودم ترکم کرد. اون موقع پدرم
خیلی فقیر بود، ولی مادرم شوهر پولدار میخواست. به خاطر همین بهم فکر نکرد، ترکم کرده و رفت. و من فکر میکردم اگه مادر میتونه بچه‌شو فقط به خاطر پول ترک بکنه، پس من بچه بودم. و بعد از اون قضیه من نسبت به همه دخترای دنیا کینه به دل گرفتم. حالا وقتی مادرتو دیدم و شنیدم که داشت راجع به مردا و پول حرف میزد، یاد خاطراتم افتادم. انگار دوباره برگشتم و اینجوری توی سرم 1000 تا فکر اومد و اشتباه فهمیدمش و بهش ظلم کردم. من پشیمونم. راجع به کبیرم میدونم که شیتا رو اذیت میکرد و این که آدم خوبی نیست. روحیت و شیتا همدیگه رو ترک کردن. این تقصیر من بود. برای اینکه دوباره پیش همدیگه برگردن من نمیتونم تنهایی این کارو بکنم. فقط با همدیگه میتونیم اونا رو به همدیگه برسونیم. لطفاً به خاطر اونا کمکم کن. نیازی نیست من دخالت کنم. شیتا لیاقتش بهتر از این است و منم کار دارم. باید برم. ممکنه قبلا عاشق شده باشی و بدونی عاشقا چه حسی تو دلشون دارن. فقط اگه یه بار دلت شکست میفهمی چقدر آسونه که رابطه رو خراب بکنی و بری. ولی اگه موندی که اشتباهاتتو درست کنی، اون وقت قوی هستی. روحی تو شیتا رو از هم جدا کردن. از تو کمک میخوام. کمکم نمی کنی به هم برسونیمشون؟ نمیدونستم که موفق میشیم اونا رو به هم برگردونیم یا نه، ولی به خاطر حرفاش شجاعتمو جمع کردم و اون لحظه من برگشتم. ولی اون موقع من نمیدونستم که مسیری که دارم میرم چقدر عجیبه و نمیدونستم پایانش چیه و شروع کردم در این مسیر گنگ قدم زدم بدون اینکه به چیزی فکر کنم. راهی که منو پیش ریتویک می برد. الان نمیرم، همینجا میمونم. ولی قبل از اینکه چیزی بگی باید یه چیزو واضح بهت بگم ریتویک، چون تو سریع فکر میکنی مردم به خاطر پول دنبالتن و واسه همین بذار واضح بگم. من به خاطر شیتا میمونم، چون اون عشقشو از دست داد و من اینو نمیخوام. به خاطر پولدار بودن روحیت هم نمیام، چون روحیت مثل تو شیتا رو قضاوت نکرد. اون بدون قید و شرط عاشقش شد. به گذشتش و وضع مالیش هم فکر نکرد، فقط عاشقش شد. باشه، من برای دوستی، تو برای عشق. پس خوبه، توافق کردیم. الان باید یه کاری کنیم روحیت و شیتا همدیگه رو دوباره ببینن. موافقم؟ میخوای بقیه‌اش رو تو راه صحبت کنیم؟ نه، تاکسی میگیرم. این موقع تاکسی اصلا هم نیست. با تو هم زیاد امنیت ندارم. میدونم تو فکر میکنی که من آدم بدیم، مشکلی نیست. ولی شنیدی که میگن دشمنی که میشناسی از دشمنی که نمیشناسی بهتره؟ ازم متنفر باش، ولی من میرسونمت. میتونی بگی چرا ماشین الان خراب شد ها؟
میدونی نقشه کشیدم بکشمت. من چه میدونم، ماشین دیگه خراب میشه، یه ماشین دیگه داره میاد دنبالم. آروم باش. بهتره به روحی تو شیتا فکر کن. نظرت چیه؟ راضی کردن شیتا اصلا آسون نیست. اون خیلی لجبازه، درست مثل خودت. با آدمایی مثل تو باید چجوری رفتار کرد؟ دیدی بعضی وقت تجربه من کشنده است. من عاشق نشدم، فکر کردم که تو از این داستانا سر در میاری. بعدم اگه میخواستم تنهایی حل کنم چرا از تو خواستم بمونی؟ آره تو گفتی که باید ماشین اومد، زود باش بریم. خدا کنه این عروسی خیلی خوب برگزار بشه و مشکلی توش پیش نیاد. اگه بشه بعدش 2 تا عروسی به حساب خودم میگیرم. قول میدم. رایگان؟ ولی خیلی ضرر میکنی یا؟ رایگان که نه، منظورم بدون سوده. یالا چایو بریز، این بیسکویت هم بذار تو ظرف و بیارش. اینا رو من میبرم. دیر نکنی یا زود باش. موبایلت داره زنگ میخوره. اومدم. سلام. چطوری؟ باشی تو حرف زدی؟ نه، راضی نمیشه به حرفام گوش کنه. روحی تو دیدی؟ روحیت این دیوونه داره خودش میچرخه. فکر نمی‌کنم نیاز داشته باشه کسی رازش کنه. ولی تا الان باش حرف نزدم. این قضیه به این آسونیا حل نمیشه. باید یه نقشه‌ای بکشیم. مشکلی نیست، ولی وقت میخوام. باید بهش فکر کنم، چون من عین تو بدون فکر کار نمیکنم. ببخشید؟ چیه؟ مخت کجا بود وقتی نامزدی رو به هم زدی؟ چت شد؟ تغییر شدی؟ باشه اگه مخت سر جاشه اوضاع رو درست کن. راستی یه چند تایی فیلم و سریال و قصه‌ای که شبیه ایناست پیدا کردم و یه چند تاییشو انتخاب کردم. واسط میفرستمشون. نه ممنون، به دردم نمیخوره. کجایی؟ هنوز با موبایل حرف میزنی؟ برو بیسکویتو بیار دیگه. باشه بعداً حرف میزنیم. خدافظ. چی شد؟ از فکرم خوشش نمیاد. یه چیزی رو میدونی؟ من فکر میکنم مشکل کار یه چیز دیگه است. چون پدرش از من خواست تا برگه‌های غیرقانونی رو امضا کنم. وقتی قبول نکردم یه خورده بعدش داستان طلاق شیتا رو پیش کشید. خانم مانجیت، اگه من اون برگه‌ها رو امضا کرده بودم عروسی هم انجام میشد. شیتا اینو میدونه؟ اون الان خیلی ناراحته، نمیتونم بهش بگم. وقتی که آروم شد بهش میگم. شیتا دلیل اصلی رو نمیدونه. این درست نیست.